بعد میگه امو مسئله اومد که حضرت عمر گفته است که ای سنگ من میدونم که تو از سنگی ای تو کاری سوخته نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم بوسات کرد استلامت کرد من هم بوسه میکنم و ایلو میدونم که تو یک سنگی از تو کاری سوخته نیست. همین را میگه یک نفر میگفت او دملو میگه اصلاح میکردید حدیث پرا نگفته حدیث نمیدونه شما. میگه وقتی که عمر گپ گفت حضرت علی گفت که یا عمر انا دوره این شفاعت میکنه این منفعت دوره انا بعد مقصد باره گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است که این حدیث این سنگ چشم دوره و دهان دوره و نطق دوره و کسایی را که استلامش میکنن پگه در پیش خدا شفاعت میکنه و در دنیا از بالا و افات حفظ میکنه و امتری گپو اویا همین روایت اصل دوره. من گفتم نه همون قسمت اولش صحیحه قسمت دیگه‌اش موضوعه. موضوع یعنی بفته این مقصد چی نداره. با هم دنبلو گرفت تلفن دنبلو گرفت بعد گرفت انا گفت که مقصد اینا میخیل کوره یا اینا ما یک کتاب میخوندیم شرح هدایه شریف کدام کتاب شرح هدایه شریف. بعد گفتم دنبلوی محترم حدیث تا ای شرح هدایه نگو حدیث که گفتی بگو که فلان حدیث در کدام کتاب حدیث آورده است حکمش چیه آیا اسنادش محتاج بهی هستن یا نیستن. همتری خیلی که تلفن بود اندک گپامو درشت دغل رفته انا مقصد گفتمش که مرده که خوب همین روایتی که میکنن یکی از راویای ای ابو هارونش میگن این خانه سوخته این شیعه رافیزی بوده است. هر روایتی که او بکنه اصلا که او روایت موضوع حساب میشوه. تو چه روایت یا آدمی را میاری که او نمیدونه خودش ابو هارونش چی گفتنی گپه نه که هم یکی از همون راویای هم حدیث همون ابو هارون داری میگن همون آورده است. ایرا امام حاکم در المستدرک علی صحیحین آورده استشو همون در آخر اونم حدیث صحیح همین چسبیدگی ای در صورتی که یکی از راویاش همین شیعه رافیزی ای آدمی که همین با متاسفانه امام حاکم همین حدیث گفته است که حدیث به شرط شیخین صحیح ای. انا بعد در انا ملخصش در تلخیصش خدا رحمتش کنه امام ذهبی شمس الدین ذهبی میگه که او چه خیل میگه ما همین روایاتی را که تصحیح کرده است حکیم در قبول کنیم که این مرده که نگاه که همین ابو هارون دانی این خانه سوخته یک شیعه رافیزی هسته که سوالش میکنن در مسئله حضرت عثمان نعوذ بالله میگه با کفر مرد. چه خیل روایت همین را میگیری میاری و با حدیث میگه که به شرط شیخین درست است. ایرابی مشکلات این اینجا بسیار اندر همین علم حدیث بسیار مرکبه کاری شوخی و بازی نیست. برای هر حدیثی گفته شد باید ائمه تخصیص اقلا بپرسی. اگر خیلی خودت میفهمی و میدونی مرحمت تحقیق کن. هوایی گفتن مشکله. انا در یک کتاب من خوندم که فلان این کتابو هم که دروغ نوشتیان که متاسفانه برای چه کتابو را میگن که کتابای صحیح کتابای غیر صحیح. برای چی بخاری مجبور شد که نام کتابش جامع الصحیح بونه. مقصد که هر روایتی همینجا آوردم همش به اسناد صحیح جمع آوری شدگی. در همین صحاح شیتا این صحاح شیتا نزد اهل سنت و الجماعت معتبرترین صحیح ترین کتابای حدیثن در همیو 5 تاش در روایت موضوع حقیقتا نیست روایت دروغ نه که در یک تاش همین ابن ماجه چندین حدیثی موضوع هسته. حتی محققان میگن از 17 تا 25 حدیثی موضوع داره. وقت در صحاح شیتا که ایتری روایت باشه چه خیلی یک کتابی تاریخ یا یک کتابی فقه یا یک کتابی تفسیر یا روایت هم یاری و میگو که اینا هسته که پیغمبر ایتا گفته است و اوتا گفته است. سخن پیغمبر حجت های برای ما. برای مسئله حدیث بسیار نازک های به نهایت مسئله نازک های. حضرت میگه اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم. از حدیث گفتن از من احتیاط کنید. با احتیاط میگه از نام من گپ زنه. فقط همون روایات را بگه که میدونه با یقین میدونه که همین از پیغمبر است و محتاج بهی است. به حضرت گفت الا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. آگاه باشید که کسی بر من دانسته یک دروغی را نسبت میده با دست خودش جایگاه خودش در دوزخ تیار کرده.
بسیار حکمش سخته یوخی بسیار احتیاط کردن در کار همین قجون سیاه کندن همین محادثه و همین بزرگا و کتاب مخصوص ترتیب دادن با ببینه که هر کتاب به خود شرح داره و شارح داره و مخصوص علمای علم جرح تعدیل هستند که حدیثا را با حکم میکنن آیا همین صحت داره نداره همین راویاش آیا ثقه هستند صدوق هستند روایت همین پذیرفته میشه و یا نمیشه همین خاطر مسئله حدیث مسئله جدیه مسئله شوخی نداره خب مسئله نوشته شدن کتاب ها اگه کتاب ها کلام الله هم کلام الله مثل ذات پروردگار قدیم های به ابتدا غیر مخلوق های اما خداوند همون کلامش امر کردگی در لوح محفوظ درج کردگی هم نه فقط قرآن ولی دو آیه اخیر سوره بقره میگیم کل قرآن کل قرآن همین 6236 آیت قرآن کلی تورات اساسیش در نظر دارم این توراتی که بعدا اسکجات شد تحریفش کردن این در نظر ندارم تورات اساسی کتاب الله های او در لوح محفوظ ضبط های کلی زبور کلی انجیل همش در لوح محفوظ ضبط هستند همین یک بازی بدست بازی همتری اسلامی رنگی ویکترین اسلامی یک کس نشانم داد همین اچکو میداد یعنی اجدا اونجا باید تو میلیون بال میگرفته کسی هست خدمت کرد است مهنت کرد است خود و عبودا آخه همین خیلی یک کاری خیر کاری بزرگ پیشنهاد میکنی بیمار داری با متخصصا مصلحت کنی مشورت کنی متاسفانه خطاها داره این همین خدا خدمت ها کرده است ای جمله همون آدم در پیش من میخونه ما یک جو فهمیدم این طریق بازی هسته میگه که کدام کتاب در بین کتابای عثمانی اولین بود با اونجا 4 کتاب اومدگی تورات زبور انجیل قرآن من گفتم تورات اون میزنه که اینو درست میبرویا درستش زبور اومده است خونت پریگرده جاهل آخه تورات به حضرت موسی نازل شده است حضرت موسی چندین عصر ای حضرت داود علیه السلام پیشتر گذشته است او این زبورش نمی پسلم میگن کو پسلم پنی پسلم داوید او داود خودش در شریعت حضرت موسی علیه السلام بود این خیلی بعدتر از چیز همین کاری خیر میکنی بیمار داری چی ضرورت میاد یک مصلحت یک بپرس یک مقصد همین را یک ببینه قلم تحقیق که امروز با کار به درجه آسان شده است که همین شیخ گوگل پویش بته کی پیش گذاشته است یا که کدام کتاب پیشتره تاره یا که مقصد اینمی زبور پسر بله این همین بازی بارکالله این هم تری خطاگی و متاسفانه در همه وجود دارن بودم هر کارا باید که محققی خودش کنه هر کسی رو بهری کاری ساختن مهری آن رو در دلش انداختن دیده همین مولا کشتنی شدی قصاب فیروت میکنه پیش خود اقلکی نمیکنی که یک آش کردنی شدی یک پاوری خوب یا طباخی خوب دعوت میکنی هر کس متخصصی کاری خیشه هر کس باید کاری خیشه کنه آخی هذا شعر صبح نه باید شعر صبح یا نه شعر چی؟ نه شعر نیست پیغمبرای خدا شعر نمیگن همولی در نماز جمعه بدیم یک جوان هم تری چی کرد که گفتن بچه‌هایش غم میتن میگن که خدای تعالی شعر طعنه زده است معلومات زده است در قرآن چی به خطیبای شما و علمای شما شعر میگن ولی هم دلیلش هم تری شده است حقیقتا در قرآن عظیم شان یک سوره است به نام سوره شعرا برای چی این نام این سوره را از شعرا موندن در یک چند آیاتش ذکر شاعرها رفتگی به همون خاطر نام این سوره را شعرا موندن از جمله الله ذوالجلال و الاکرام تاکید میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون حضرت خداوندی میگه این شاعرها را این همین مردمی جاهلی بیسوادی مقصد غاوی ها پیروی میکنن گمراه ها پیرویشون میکنن آیا نمیبینه که همین شاعرها در هر وادی و در هر دره و در هر شهر و در هر دهات میگردن لاق لاق عادتا چیزی را که نکردین میگن فلان کرده بیسمدان کرده در صورت خوب نکردین
و انهم یقولون ما لا یفعلون، کاری را نکردین میگن میگه خداوند. در قرآن در چندین موضع اومده است که خداوند متعال انمی شاعر بدن از پیغمبرش سلب کرده است. شعر بدن قرآن و کتابای آسمانی را منع کرده و ما هو بقول شاعر. خداوند میگه قول شاعر نیست. و ما علمناه شعر، ما با پیغمبر ما با حبیب محمد صلی الله علیه و سلم شعر تعلیم دادگی نیستیم. برای هیچ کتابی آسمانی را شعر گفته نمیشه. برای چی پسلمش میگن؟ همین پسلم به معنای همون نثر مسجع درست داشت. این مثلا چی نیست؟ شعری نثر مسجع، یعنی وقتی که همین کلام خفیه دار اومد ببینید که تاثیرش به نهایت سخته. مثلا شیخ سعدی میگه که مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. یعنی بگوید با هم دیگر هم قافیه اومده است. سخنش اگر چنده این شعر نیست، این گپای اینقدر زیبا و خوشبوشیده است. یا همین خدا رحمت کنه شیخ عبدالله انصاری همه همین کلامش نثر مسجع به دور همترین عجیب شعر سخنای زیبا میگفت. میگه که انا در پیری پستی، در جوانی مستی، در طفلی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟ او خلابا در طفلی کودک بودی میگن خاکبازی میکردی، در جوانی وقتی مستید بود، در پیری اومدی میگوی سست فلس شیدم، خدا را کی میپرستی؟ ربی بدی رو بدی کردن سگساریست، نیکی رو نیکی کردن خرخوریست، بدی رو نیکی کردن کاری خواجه عبدالله انصاری است. این روی هم خفیه های ایون هم سعی میکنن همین خواجه عبدالله انصاری شیخ سعدی دیگران هم که به همین کتاب عثمانی تقلید کنن، همون سخن همتری بسیار زیبا و مقصد با فصاحت و بلاغت بگن. این سخنو همین تری هم حضرت داود علیه السلام بسیار لحنی داودی میگن. همین حضرت ابو موسی اشعری به حد صدا شیرین به دست وقتی قرآن میخوان، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت داد که خداوند به شما اشعریا یک لحن داودی میگه عطا کرده است. اما حضرت داود هم میگرید از تورات، مقصد همین خیلی میخوند که پرنده ها را حتی میگه خوابشون میبرد، همین خیلی لذتی میبردیان، بسیار راحت میکردن، در گردش جمع میشیدن. و همون زبوری که به حضرت داود نازل شده است، حضرت همین خیلی میخوندش که اوخی همون حافظه و تاریخ خوندن نمیتونن. اوخی به همون خاطر پسلمش گفتن، روسا پسلمش گفتن. اینا مردمی اهل کتاب. خب در حدیث ها هم اومده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضا همین شعر مذمت کرده است. حدیث امام بخاری حضرت میگه لا یملأ جوف ابن آدم قیحا خیر له من ان یملأ شعرا. اگر همین تهیگاه آدم، شکم آدم پر از چرک زردو باشه، بهتر از آن است که پر از شعر باشه. این همیشه سخنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما در برابر این حضرت صلی الله علیه و سلم شعر حکمت گفته است. و این من الشعر لحکما میگه. شعر چی بسا شعرهایی هستند که حکمت خالیان. حکمت یعنی پند نصیحت، چیزی که سبب هدایت میشوند، سبب هدایت ارشادی میشوند. ببینید در برابر همین حضرت صلی الله علیه و سلم شاعرها داشت. نام 4-5 شاعر پیغمبر در کتابا اومده صراحتاً. حسان ابن ثابت بود در مدینه منوره. این حسان ابن ثابت حتی بله در صحیحین اومده است. حضرت توصیهش میداد، میگفت یا حسان عجیب عنی اللهم ایته بروح القدس. یا حسان از نام من جواب مشرک ها را به شعر بده. بعد در حقش دعا میکرد که پروردگار را توسط روح القدس، توسط جبرئیل علیه السلام براش الهام بفرست. الهام نباشه شعر خوب یک جو مینویسی. اینا ببین حتی در جامع السنن ترمذی روایت اومده است برای حسان میگه منبر میمون، یعنی بالای منبر میبرو دستش بعضا از بالای منبر همون شعرها را میخون، همون هم شعر میگفت. یک شخصی بود به نام عبدالله ابن ابی رواحه رضی الله تعالی عنه، صحابی پیغمبر، شهید حرب مؤتة. در حرب مؤتة شهید شد، یکی از سرلشکرهای مسلمانان بود. در روایت اومده است میگه در هنگام
қазои умрае ки дар соли сулҳи ҳудайбия маън карда буданд ку ҳамра қазоша соли дига мусулмонон ба ҷо овардан ана мега ки ҳамин абдулло ибни аби равоҳа пешпеши пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам шеър гуфта мерафт. баъзиҳо гуфтиянд ки дар қазои умра абдулло ибни аби равоҳа аллакай шаҳид шида буд. اونا میگن که این کار کعب ابن مالک کرده است یا صحابی دیگر. به هر وجه صورت با عوض کردن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمی‌یابد. گپ در سر شعر می‌رود که همون چیزی که زمزمه میکرد میگه خلوا بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الهام عن مقیلی و یذهل الخلیل عن خلیلی. ای کافر بچه‌ها پیشروی پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم خولی کنه که امروز شما را میگه با تنزیل ضربه میزنیم. تنزیل قرآن عظیم شانه، نام از نامهای قرآن تنزیل است. تنزیل من رب الرحیم. اما ضربه ای که کوسخونه ای سرتون ای سرتو دور میکنه، ضربه ای که دوست از دوستش جدا میکنه. حضرت عمر هم بود اون وقتی طواف در شهر خوندشته در گرد خونه کعبه. بعد میگه که یبن ابی رواحه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی حرم الله تقول شعرا. های پسری ابی رواحه میگه تو پیش پیغمبر در خونه خدا شعر میگویی؟ این در صحیح امام بخاری اومده که این روایت که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که یا عمر کوردورش نشو، قسم به الله گفت سخنای از تیر دا خلنده تر از در بدنی مشرکو جان شو برمده است کوردور شو نشو. اینا ببینه اینا شعر گفتن در حضور پیغمبر پیش پیغمبر در کعبه، شعر گفتن در مسجد نبوی دویم مسجد بزرگترین مسلمان‌ها. حتی در جامع اسرار ترمذی میگه حضرت خودش بالای منبر ببرورده است حسن ابن ثابت. و وقتی که شعر حکمت باشه، شعر پند نصیحت باشه، هیچ اشکال نداره. همون هم امری به معروف است، همون هم امری به معروف است. ولی همین کسایی که دعوا میکنن کسافتو هم مولوی ایتا حافظ ایتا سعدی اوتا اوکی خونتون پری گندم دغل نگیمه که بعضا گیزله میشه میگوی سختر بگم اوکی بدبختو شما اقلا هم کتاب مولوی را خونده ای چیزی را نمیدونی برای چی در اطرافش گپ میزنی؟ هر بابی که شروع میشه آیت قرآن قطعی است. آیت قرآن شرح توضیح داده است حضرت مولوی، حدیث های پیغمبر است. البته شرح توضیح معصوره نیست، اینو عارفانه است. نه که کمی تفسیر قرآن عارفانه‌ش هم هست نیکو ای نظر تصوف عرفان. او حافظی که شما بخواهید طعنه بزنید ای بدبختا او حافظ قرآن است. او نام او شمس الدین محمد است. با او خاطر تخلص حافظ دادیانش که حافظ قرآن است. کار خدا و طریق حافظا در دنیا وجود ندارن. عشق قد رسد به فریاد ارخد به سان حافظ قرآن زیبر بدانی با 14 روایت، با 14 روایت یعنی معروفه 7 قرائتی که مونده است. حضرت قرآن از یاد میدونست حفظ میکرد. اوکی تعلیمش قرآن بدوره. ای بدبخت او سعدیه که تو میخوایی تعنش بزنی او عالم بزرگ دین است، فارغ التحصیل مدرسه نظامیه است، اعلاچی تمام کرده، سپیدیا میگرفت در مدرسه نظامیه. میگم مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین تکرار بود. ای با کی شما دست درازی کردستی؟ اوکی پیش ایو که یک گپ بزنی اول همون جای پوت نگاه که ای بدبخت تمی سواد داری، صلاحیت گپ زدن در این موضوع را داری یا نداری؟ سبحان الله. حضرت خود شعر میگفت است. اوکی شعر که بعد باشه پیغمبر شعر میگه. در صحیح بخاری اومده است در همین حرب خندق حضرت میگه همراه صحابان سنگ میکشید زمزمه میکرد اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. پروردگار رو عیش حقیقی و عیش واقعی عیش آخرت است، عیش جنت است. مغفرت کن، رحمت مغفرت کن انصاری‌ها و مهاجرای مسلمان. پیش ایو که گپ میزنی یک چیز تحقیق که اول ببین، هوایی گپ نزن. عجیب ده. انا برای همین میگم که هر کار باید که شخصای با صلاحیت کنن، در هر ساحه‌ای باشه، در هر کاری باشه. همین شخصی که متخصص نیست، دیلیتانت است،
همین نامعقولی خیچه بکنم چیکار داره شما با همین موضوع با همین کارا هر کسی رو بهر کاری ساختن مهر آن رو در دلش انداختن قطعی پاور برای دعوا را برداری باید اینه تا میپختی و چی میگه برای میگم گیخته بخوخم دقلم شود پیش قصاب را مردگی تریش نکش پیش آهنگر برای که ضربه را خیلی نمیزنن هر کس کاری خیچه باید کنن همه عالم نمیشود همه زرگر نمیشود همه قصاب نمیشود خدای تعالی نمیتونی تقسیم بندی کرده اما هر کس باید هم کاری خیچه کنه خدا رحمت کنه حضرت مولوی را میگه اونیا که نحوی به کشتی در نشست رو به کشتیبان نمود آن خود پرست گفت هیچ از نحو دانی گفت لا یک عالم علمی صرف نحو گراماتیک عربی در زورق سوار میشود که دریای دجله را باید بگذره با همون زورق رو بیچاره ملوح میگه که همه علمی نحو هیچی خبر داری گفت لا گفت نیمی عمری تو شد بر فنا میونه عمر بدست بچه گفت نیمی عمرت بر بود رفت ای نوشگری تکرم که نخو تو نحو ندونی و این نحو نمکی کلام عربی عربی همچه طعام است در اون نحو نمک زن که به نحو کلام عربی نوید رست ای تا همین نیمی عمر ریخته بر بود گذرونده ایده میگه دل شکسته گشت کشتی بازی تاب لیک آن دماند خاموش از جواب دماغش سوخته ای چی بگه وقتی جاهیله خب کرد بچوره باد کشتی رو به گرداب فکن گفت کشتیبان بدان نحوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو قدرت خدا در یک گرداب غلطیدن دریای دجله را هم کلو نیوخی بای مریک و مرده که که آبوزی را بتونی هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نه از من تو سباحی مجو من علم علمی نحو مگه آبوزی را میتونم گفت کلی عمرت نحوی فناست زان که کشتی غرق در گرداب هاست او تا باشه گفت آمین الله اکبر ای مرا نیمی عمرم صرف شده باشه حیف شده باشه ای تو کلی عمرت حیف شد دیگه اینجا خلاص نمیخریم اکرم به حضرت میگه که فقه نحو صرف در کمامت آیده یاری شگرف همه هر چیز به جای خدای هر کس رو بهر کار ساختن مهر آن را در دلش انداختن هر کس باید کاری خیچه کنه